نان در روستا یک کار روزمره نیست، یک آیین تمام عیار است که رهبر ارکسترش دستان چروک خورده اما بی نهایت قدرتمند مادر بزرگها مادران است. در روستاهای قره‌داغ کودکی فقط بازی و خنده نیست، کودکی یعنی از همان سالهای کم سن شانه به شانه پدر و مادر ایستادن، یعنی دستهای کوچکی که هنوز باید عروسک و تیله نگه دارند، اما به جای آن خمیر نان را ورز می‌دهند، ظرف آب را جابجا می‌کنند، هیزم جمع می‌کنند. پر سر صدا و بازیگوش این میدان، بچه‌ها، قوقای آرد و آتش، روایت پختن نان در روستا و مشق زندگی کودکان. همه چیز با صدای بم و خشدار سایش هیزم‌ها روی هم شروع می‌شود. آفتاب هنوز از پشت کوه‌های سر به فلک کشیده و مغرب سرک نکشیده. اینجاست که اولین نشانه‌های شیطنت بیداران کوچک خانه آشکار می‌شود. بچه‌هایی که با چشم‌های پف کرده اما کنجکاو حتوی خواب را رها کرده و به سمت گرما با بوی زندگی دویدند. لشکر کوچک آردالود. در کار نان هیچ کس بیکار نیست، حتی آن کودک 5 ساله‌ای که بلندترین قدش به لب تشت آرد هم نمی‌رسد. بزرگترها خوب می‌دانند چطور مسئولیت را با طعم بازی به خورد روح تشنه بچه‌ها بدهند. بچه‌ها ماموران مخصوص انتقال هستند. وقتی نوبت به چانه کردن خمیر میرسد، اوج هنرنمایی بچه هاست. دستهایی که هنوز بوی صابون مراغه و آفتاب صبح را میدهند. سهم کودک یک چانه کوچک و ناهموار است که قرار است نان خود او شود. آرد پاشیدن روی تخته چوبی، مشت زدن به خمیر با دستهای توپل و کوچکی که آردی شده و مژه‌هایی که با غبار سپید آرد تزیین شده اند، تصویری است که هیچ دوربین عکاسی نمیتواند عمق زندگیش را ثبت کند. بچه‌ها در این شلوغاری‌های شیرین یاد می‌گیرند که نان حرمت دارد. یاد می‌گیرند که برای رسیدن به آن قرص طلایی و داغ باید عرق ریخت، باید صبور بود و باید دست بزرگتر را گرفت. جادوی تنور و طعم نخستین تماشا، حرارت تنور بالا رفته، نشانه‌ای از اینکه آماده پذیرایی از خمیر است. مادر بزرگ با آن نگاه نافذ و آرامش بی انتها نان بند را برمی‌دارد. خمیر را با مهارتی شبیه به جادو روی آن پهن می‌کند. دستش را تا آرنج به داخل تنور داغ میبرد و با صدایی شبیه به سیلی ملایم خمیر را به دیواره تنور میکوبد. بچه‌ها با چشم‌های گرد شده و دهان‌های نیمه باز کمی عقب‌تر ایستادند. برای آنها تنور شبیه به یک اژدهای مهربان است که آتش بیرون می‌دهد، اما در عوض خوشمزه‌ترین هدیه دنیا را پس می‌فرستد. وقتی اولین نان طلایی با برشته با سیخ مخصوص از دل تنور بیرون کشیده می شود، بخار داغش در هوای خنک صبحگاهی می پیچد. عطر گندم برشته مست کننده است. مادر بزرگ با دستهای خالی بدون اینکه از داغی نان بترسد، گوشه‌ای از اولین نان ترد و خشخاشی را جدا می کند. کودکان قره‌داغ خیلی زود یاد می گیرند که زندگی فقط تماشا کردن نیست. زندگی یعنی کمک کردن، یعنی بودن، یعنی سهم داشتن در رنج و آرامش خانه. صبح‌هایشان زودتر از بسیاری از آدم‌های شهر آغاز می‌شود. هنوز هوا کامل روشن نشده، هنوز سردی سحر روی صورت‌ها نشسته، اما آنها بیدارند. در خانه‌ای که بوی آرد و آتش و چای تازه پیچیده کنار مادر می‌نشینند و با دقت نگاه می‌کنند که نان چگونه شکل می‌گیرد.
کم کم خودشان هم دست به کار می شوند، دستهای کوچکشان به خمیر می خورد، آرد روی صورتشان می نشیند، گرمای تنور گونه هایشان را سرخ می کند. شاید برای خیلی ها این فقط یک کار ساده باشد، اما برای این کودکان نان پختن فقط آماده کردن غذا نیست، بخشی از عشق به خانه است، بخشی از وفاداری به خانواده است. بعضی از آنها پا به پای پدر گله را به دامنه‌ها و سبززارها میبرند. چوبی در دست میگیرند، با صدای آرام بره‌ها را صدا میزنند، از کنار بوته‌ها و سنگ‌ها میگذرند و ساعت‌ها در سکوت دشت راه میروند. آنها هنوز کودکند، هنوز دلشان بازی میخواهد، هنوز با دیدن یک برای کوچک ذوق میکنند، هنوز با یک گل وحشی لبخند روی صورتشان مینشیند، اما در همان حال مسئولیتی روی دوششان هست که آنها را از همسن و سالهایشان جدا می کند. خستگی آرام آرام خودش را روی تن کوچکشان می اندازد. ظهر که می شود و آفتاب روی سبززارهای قره‌داغ پهن می شود و همان جایی کنار گله روی علفهای نرم و خنک دراز می کشد. چه تصویر غریبی است، کودکی که هنوز باید در آغوش مادر به خواب برود و این بار در آغوش سبز و بادخوابش می برد. کودکان قره‌داغ زودتر از سنشان بزرگ می شوند. آنها میان سختی‌ها مهربانی را یاد می‌گیرند. میان کار صبوری را، میان خستگی لبخند را و میان فقر و سادگی عزت را. شاید لباسهایشان ساده باشد، شاید اسباب بازی‌های زیادی نداشته باشند، شاید روزهایشان پر از زحمت باشد، اما در نگاهشان نوری هست که از شرافت می‌آید، از ریشه می‌آید، از زندگی واقعی می‌آید. این کودکان فقط بچه‌های یک روستا نیستند، آنها قلب تپنده قره‌داغند. خورشید بعد از ظهر نور طلایی‌اش را روی حیاط خاکی و وسیع خانه روستایی پهن کرده بود. درست وسط حیاط یک نیسان آبی رنگ پارک شده بود. نیسانی که شاید برای آدم بزرگها فقط یک ماشین باری خسته و پر از دردسر بود. پسرک با موهای آشفته و چشمهایی که از شیطنت برق میزد، سینه‌اش را سپر کرد، روی لبه تاج فلزی نیسان ایستاد و با صدایی که رگه‌هایی از غرور کودکانش در آن موج میزد، فریاد زد: من 9 سالمه، پس من ناخدای این کشتیم و هرچی من بگم همون میشه. دخترک که موهای بافتش روی شانه‌های کوچکش افتاده بود، از آن طرف اتاقک فلزی نیسان سرک کشید و با خنده شیرین جیغ کشید: منم 7 سالمه، زورمم از تو بیشتره. آنها بالا و پایین میپریدند، به دیوارهای فلزی میکوبیدند. پسرک با وجود تمام رجخانی‌هایش هر بار که ماشین تکان میخورد، دست خواهر کوچکش را محکم می‌گرفت تا مبادا پایش روی کاها بلغزد. این مراقبت‌های ریز و برادرانه پر از یک محبت بی‌نظیر و خالص بود، از آن عشق‌هایی که فقط در دنیای بیریای بچه‌ها پیدا می‌شود. ناگهان صدای قدقد بیامان مرغ‌ها و قوقولی قوقوی خروس طلایی بلند می‌شود. دخترک ذوق زده گفت: مرغ‌ها گشنشونه. بعد از سیر شدن لشکر مرغ و خروس‌ها، نوبت به پادشاه بازی‌های حیات رسید تا به تنابی
2 تکه طناب ضخیم که به یک تخت چوب کهنه وصل بود و از سقف بیرون خانه آویزان شده بود. پسرک روی تاب نشست. حال دخترک روی تاب نشسته بود. باد به صورتش می‌خورد و موهایش را در هوا می‌رقصاند.